سلام به همگی. امروز میخوایم بریم سراغ یه سوال خیلی عمیق و اساسی. این که در نهایت اون چیزی که هویت ما رو میسازه چیه؟ چیزایی که میدونیم یا کارهایی که میکنیم. بیایید با همین موضوع رو بشکافیم. خب، بیایید صاف بریم سر اصل مطلب. فرض کنید آخر خط. اونجا چی بیشتر اهمیت داره؟ تمام چیزهایی که تو ذهنتون یاد گرفتین و میدونستین یا کارهایی که واقعا انجام دادین؟ یعنی ملاک سنجش چیه؟ دانش توی سر ما یا عملی که از ما سر زده؟ این بحث یعنی دانش در برابر عمل یه بحث خیلی قدیمیه. خب اگه اولین جایی که دنبال جواب میگردیم متون مقدس باشه، مثلا قرآن، در نگاه اول به نظر میاد که کفه ترازو به سمت عمل سنگینی میکنه. انگار همه چیز به کارهای ما بستگی داره. بارها و بارها تو قرآن با این عبارت روبرو میشیم: به ما کنتم تعملون، یعنی به شما گفته میشه اون چه انجام میدادید. کلمه کلیدی اینجاست، تعملون، از ریشه عمل، یعنی انجام دادن، کار کردن. انگار که داره مستقیم به ما میگه هی، حواست باشه، همه چیز به کارهات بستگی داره. خب ما معمولاً این دوتا رو چطوری میبینیم؟ دانش یه چیز درونیه، مال فکر، باوره. عمل چیه؟ یه چیز بیرونیه، یه کار فیزیکی. ولی واقعاً این مرز اینقدر مشخصه؟ یعنی این دوتا کاملاً از هم جدا هستن؟ یا شاید داستان خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست و این دوتا کاملاً به هم گره خوردن؟ و دقیقاً همینجاست که قضیه جالب میشه. یه لحظه فکر کنید. آیا یاد گرفتن خودش یه کار نیست؟ فکر کردن، تمرکز کردن، به یه نتیجه‌ای رسیدن، اینا که کارای منفعل و بی حرکت نیستن. اینا فعالیت‌های خیلی مهمی هستن که نفس ما انجام میده. پس شاید کسب دانش خودش یه جور عمل باشه، یه عمل درونی. خب، پس اگه این دوتا رقیبم نیستن، پس چیان؟ رابطه‌شون چیه؟ اینجا میرسیم به یه ایده فوق‌العاده. اینا شریک همن. توی چرخه رشد دائمی یکی اون یکی رو به وجود میاره و کامل میکنه. ببینید این چرخه چقدر قشنگ کار میکنه. اول از همه یه دانش یا یه ایمان تو وجود شما شکل میگیره. این آگاهی باعث میشه شما یه انتخاب درست بکنید و یه عمل صالح انجام بدید. حالا اتفاق مهم میفته. اون عمل نفس شما رو پاک میکنه، تزکیه‌اش میکنه و یه نفس پاک ظرفیت پیدا میکنه که یه دانش برتر و عمیق‌تری رو درک کنه و دوباره این دانش جدید پایه اعمال بزرگتر بعدی میشه. میبینید یه چرخه است؟ جالبه که تو خود قرآن هم دقیقاً همین الگو رو میبینیم. تقریباً همیشه این دوتا کنار هم میان. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، یعنی کسانی که ایمان آوردن و کارهای شایسته کردند. دقت کنید، همیشه ایمان که یه جور آگاهی و دانشه اول میاد. ایمان پیش نیاز موتور محرک عمل صالحه. اما مهمترین نکته اینه، این یه دور باطل نیست که هی سر جای اولمون برگردیم. نه اصلاً، این بیشتر شبیه یه مارپیچ سعودیه. هر بار که این چرخه رو طی می‌کنیم یه پله بالاتر میریم. سطح آگاهیمون، وجودمون و درکمون از حقیقت عمیق‌تر و بالاتر میره. یه سفر رو به بالا که انتهایی نداره. خب این همه گفتیم از چرخه دانش و عمل. حالا سوال اینه، محصول نهایی این کارخونه چیه؟ نتیجه این همه رفت و برگشت بین دونستن و عمل کردن چی از آب در میاد؟ جواب در یک کلمه است: شاکله. یعنی همون خود حقیقی ما. پس اگه تمام زندگی ما تکرار این چرخه است، این فرایند بیپایان، در نهایت به چی ختم میشه؟ چه چیزی رو داره میسازه؟ و اینجا میرسیم به مفهوم کلیدی شاکله. شاکله یعنی چی؟ یعنی اون طبیعت، اون شخصیت، اون سرشت اصلی که ما خودمون با دستای خودمون از طریق تک تک انتخاب هامون، باورها و کارهامون میسازیمش. این یه چیز ثابت و از پیش تعیین شده نیست. این خود اکتسابی ماست. اون چیزیه که ما در طول زمان بهش تبدیل میشیم. حالا به این آیه شگفت‌انگیز دقت کنید. بگو هر کس بر اساس شاکله خودش عمل میکنه. این یعنی چی؟ یعنی اون شاکله‌ای که ما ساختیم خودش میشه منبع و سرچشمه کارهای بعدی ما. دیگه این فقط ما نیستیم که آگاهانه انتخاب میکنیم، بلکه اون شخصیتی که ساختیم به طور خودکار رفتار ما رو هدایت میکنه. دقیقاً همون مسئله معروف خودمون. از کوزه همان برون تراود که در آووست.
پس ببینید چه رابطه عجیبی داره. شاکله همزمان هم موتور محرک کارای ماست و هم اون شاهکاریه که داریم با همین کارها خلقش میکنیم. یعنی هم علت هم معلول. ما با اعمالمون شاکله رو میسازیم و بعد شاکله اعمال بعدی ما رو میسازه. یه چرخه خلاقیت بیپایان. خب حالا بیایید این ایده رو ببریم به یه قلمروی دیگه، یه سوال خیلی بزرگتر، این که در جهان پس از مرگ، در رستاخیز ما چه شکلی خواهیم بود؟ هویت ما چی خواهد بود؟ اینجاست که با یه مفهوم واقعا تکان دهنده روبرو میشیم. تجسم اعمال. این ایده چی میگه؟ میگه کارهای ما، افکار ما، نیتهای ما فقط توی دفتر ثبت نمیشن که بعداً خونده بشن. نه. اینها مثل آجر میمونن. آجرهایی که دارن ساختمون وجود اخروی ما رو میسازن. هر کار خوب یه آجر طلاست، هر کار بد یه آجر سیاه. ما داریم خودمون رو میسازیم. و این ایده جواب یه دعوای فلسفی خیلی قدیمی رو هم میده. متفکرانی مثل ملا صدرا با همین ایده مشکل رو حل کردن. بحث سر این بود که رستاخیز جسمانیه یا روحانی. این نظریه میگه چرا یکی، هر دو، ما با چیزی به اسم جسم روحانی برانگیخته میشیم. یعنی یه جسم داریم اما شکل و ماهیت این جسم دقیقاً تجسم همون روح و شاکله‌ای هست که تو این دنیا برای خودمون ساختیم. و این ما رو به تکان دهنده ترین نتیجه گیری میرسونه. در نهایت ما به خاطر اعمالمون قضاوت نمیشیم. ما به عنوان اعمالمون قضاوت میشیم. فهمیدین چی شد؟ یعنی روز قیامت یه دادگاه خارجی نیست که یکی پرونده ما رو بخونه. نه، اون روز رونماییه. ما با خود واقعیمون، با همون شاکله‌ای که یک عمر ساختیم روبرو میشیم. خودمون، حکم خودمون هستیم. پس تمام این بحث‌ها ما رو با یه سوال خیلی شخصی و البته فوری تنها میذاره. هر لحظه با هر انتخاب، هر فکر، هر کار کوچیک یا بزرگی که میکنیم، داریم روی مجسمه ابدی خودمون کار میکنیم. داریم بهش شکل میدیم. حالا سوال اینه و این سوالیه که هر کدوم از ما باید از خودش بپرسه. شما در حال تبدیل شدن به چه کسی هستید؟